شب 1 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 00:45 دقیقه راننده автомашین تمغه تیکو بابویف جونبک سال تولدش 2005 ساکن نوئسپیتامین هنگام حرکت در راه موشینگرد دوشنبه خوجند در حدود جماعت دیهات اولچابویف نوئسپیتامین از حوزه دوره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه حرکت کرده به автомашین بورکش تمغه چنگلی وای تحت اداره بوخیف عبدوسامه سال تولدش 1971 ساکن شهر پنجکین برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه تیکو بوبویف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا مرد 45 ساله ساکن شهر وحدت با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان برشونده ماه سپتامبر سال 2023 هنگام در حدود شهر وحدت قرار داشتنش با روی فریب به باوری مرد 52 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 474,500 سومونی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد.